خب میریم سراغ یه ژانر ادبی دیگه. امروز میخواییم با هم قسمتی از کتاب ایوب رو بررسی کنیم، یک باب از کتاب ایوب را که جزء کتب حکمتیه. اما قبل از اینکه این متن رو با هم نگاه بکنیم لازمه یک بار دیگه در مورد قوانین حاکم بر ژانرهای حکمتی یه یادآوری بکنم تا با دیدگاه جامع تری به این کتاب ورود بکنیم. خب گفتیم مجموعاً 5 کتاب در کتاب مقدس وجود داره که به صورت شعر نوشته شده که به مجموع اینها ما گفتیم کتب شعری حکمتی که مزامیر رو در زمره کتب شعری دسته بندی کردیم، اما 4 کتاب بعدی رو در زمره کتب حکمتی، هرچند همگی آنها به صورت نظم نوشته شده و نثر نیست، اما 4 تا به طور خاص جزء ژانرهای حکمتی دسته بندیشون کردیم. این 4 کتاب که به کتب حکمتی معروف بودند عبارتند از ایوب، امثال، غزلها و جامه. خب اشاره کردیم که کتاب امثال از مجموعه ضرب المثل های تشکیل شده که هر کدوم از این آیات یا چند آیه با هم یک مفهوم رو تشکیل میدن. برای همین قسمت های بسیاری از کتاب امثال را میشه به صورت تک آیه‌ای هم مورد بررسی قرار داد و به کار برد. و باز گفتیم که امثال مجموعه‌ای از راهنمودها و نصایح حکیمانه است که برای زیستن در این دنیا به کار ما میان و اگر به این توصیه عمل کنیم در این دنیا سعادتمند خواهیم شد و کمتر دچار مشکل خواهیم گشت. البته مشکلاتی که ناشی از تصمیمات اشتباه ما باشند، چون با بکارگیری حکمتی که در این امثال بیان شده است ما می توانیم تصمیمات حکیمانه اتخاذ کنیم و این به این معناست که این کتاب میتونه در تصمیم گیری های ما کمک بکنه. و بعد در ادامه به کتاب ایوب اشاره کردیم و گفتیم که خود کتاب ایوب در مورد استثناء و استثناءاتی صحبت میکنه که اگر ما تمامی توصیه‌های امثال رو هم جدی بگیریم و اونا رو به کار بگیریم باز نمیتوانیم قطعا مطمئن باشیم که همه چی مد نظر ما به پیش خواهد رفت و هیچ بلایی نخواهد رسید. همانطور که در مورد ایوب نیز میبینیم با اینکه کلام خدا او را فردی خدا ترس معرفی میکنه ولی باز چه رنجهایی که نمیکشه و چه آواری که بر سرش خراب نمیشه. بنابراین با این پیشفرض به این کتاب نزدیک میشیم و هر اصل الهیاتی را در پرتو این پیغام کلی کتاب استخراج خواهیم کرد. در اینجا ما به مطالعه باب 3 کتاب ایوب خواهیم پرداخت که در کل یک داستان یا یک گفتمان را تشکیل میده. در قدم اول خب کاملا مشخصه که متن حکمتیه. من این گوشه صفحه می نویسم متن حکمتی. در قدم دوم میریم سراغ خواندن متن. گفتیم که در قدم دوم باید متن رو بخونیم، با دقت بخونیم، صحیح بخونیم، شمرده بخونیم. حتی گاهی جایی از متن ما تلفظ درست واژگان رو هم ندونیم باز مشکلی نیست، اینا رو هم یادداشت میکنیم و بعد سراغ اونها خواهیم رفت. بریم و متن رو با هم بخونیم. و بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده روز خود را نفرین کرد و ایوب متکلم شده گفت روزی که در آن متولد شدم هلاک شود و شبی که گفتند مردی در رحم قرار گرفت آن روز تاریکی شود و خدا از بالا بر آن اعتنا نکند و روشنایی بر او نتابد. تاریکی و سایه موت آن را به تصرف آورند، ابر بر آن ساکن شود، کسوفات روز آن را بترساند
و آن شب را ظلمت غلیظ فرو گیرد و در میان روزهای سال شادی نکند و به شماره ماها داخل نشود. اینک آن شب نازاد باشد و آواز شادمانی در آن شنیده نشود. لعنت کنندگان روز آن را نفرین نمایند که در برانگیزانیدن لویاتان ماهر می باشند. ستارگان شفق آن تاریک گردد و انتظار نور بکشد و نباشد و مژگان سحر را نبیند، چون که درهای رحم مادرم را نبست و مشقت را از چشمانم مستور نساخت. چرا از رحم مادرم نمردم و چون از شکم بیرون آمدم چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول کردند و پستانها تا مکیدم؟ زیرا تا به حال می خوابیدم و آرام می شدم، در خواب می بودم و استراحت می یافتم. با پادشاهان و مشیران جهان که خرابه ها برای خیشتن بنانه بودند، یا با سروران که طلا داشتند و خانه های خود را از نقره پر ساختند. یا مثل سخت پنهان شده نیست می بودم، مثل بچه هایی که روشنایی را ندیدند. در آنجا شریران از شورش باز می ایستند و در آن خستگان می آرامند. در آنجا اسیران در اطمینان با هم ساکنند و آواز کارگزاران را نمی شنوند. کوچک و بزرگ در آنجا یکند و غلام از آقایش آزاد است. چرا روشنی به مستمند داده شود و زندگی به تلخ جانان که انتظار موت را می کشند و یافت نمی شود و برای آن حفره می زنند بیشتر از گنج ها، که شادی و ابتهاج می نمایند و مسرور می شوند چون قبر را می یابند. چرا نور داده می شود به کسی که راهش مستور است، که خدا اطرافش را مستور ساخته است؟ زیرا که ناله من پیش از خوراکم می آید و نعره من مثل آب ریخته می شود. زیرا ترسی که از آن می ترسیدم بر من واقع شد و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. خب میریم سراغ قدم سوم و اونم اینه که واژگان و جملات نامفهوم رو باید پیدا کنیم و دنبال معناشون بگردیم. اینجا 3 واژه هست که من معنیاشون نمیدونم و عبارتند از کسوفات، لویاتان و ابتهاج. خب این واژگان را باید گوگل کنم تا ببینم معنیش چیه. بله، معنای واژه کسوفات، معنای واژه لویاتان و معنای واژه ابتهاج. خب اینجا من دیدم که معنی کسوفات همون جمع کسوفه. کسوف هم به معنای گرفتن یا پنهان شدنه. یک اصطلاح نجومیه، پدیده‌ای که یک جرم سماوی جرم دیگری را از دید ناظر زمینی میپوشاند. چون 2 نوع کسوف داریم، کسوف خورشیدی و کسوف قمری، شاید اینجا این کلمه جمع به این خاطر به کار رفته. نمیدونم، باید متن رو بررسی کنیم. یکی از مواردی که در ویدیوهای قبلی توضیح دادیم اینه که نباید معنای واژگان ما را از مسیر تفسیر دور کنند. شما میتونید هر چقدر که بخواهید در مورد کسوف تحقیق کنید، ولی باید بدانید که نباید معنای این واژگان آنقدر مورد توجه قرار بگیرند که غرض نویسنده از نوشتن این جمله را به حاشیه‌ای برانند. در اینجا ایوب به خاطر درد و رنجش میگوید که کاش تاریکی در روز تولد من همه جا را فرا میگرفت. واژه بعدی لویاتانه که لویاتان ما اگر نگاه کنیم میبینیم در کتاب ایوب بارها تکرار میشه و یک موضوع کلیدی در کتاب ایوب محسوب میشه. در اساطیر باستان لویاتان نماینده یک هیولای دریایی، اژدهایی که به دنبال نابودی بشریت و به عنوان دشمن وجود داره. واژه بعدی ابتهاجه که به معنی شادی و شادمانی، مسرت. در اینجا
کلمه‌ای که معنیشو ندارم وجود نداره، میرم سراغ جملاتی که معنیاشو نفهمیدم. این آیه 8 یک مقدار برای من غیر قابل فهمه، باید ببینم چه معنی داره. خب از کتب مرجع و چند تا هوش مصنوعی من اینجوری متوجه شدم که در اینجا ایوب لویاتان رو به عنوان یک حیوان یا یک هیولای دریایی معرفی میکنه که تخصصش در لعن و نفرین کردنه و اینجوری اونو به تصویر میکشه که انگار برای این لویاتان سوت میزدند و اونو صدا میکردند تا بیاد و بخشی از نظم ایجاد شده در یک جا رو به بی‌نظمی تبدیل کنه و نابود بکنه. و ایوب از اون نگهبانان لویاتان میخواد که این هیولای دریایی پر سر و صدا رو که در حقیقت شیطان یا یک نیروی ماورا طبیعی است از اعماق دریا تحریک کنند که اون بیاد بالا و طرحشو که ایجاد بی‌نظمی در روز تولد ایوب اون کارو انجام بده. منظور اینه که اونقدر ایوب از این وضعیتش ناراحت و دردمند و رنجوره که میخواد اصلا اون نیروهای تاریکی شیطان بیان و اصلا اون روز تولدش رو به هم بزنن که خودش اصلا متولد نشه و اونجا رو تبدیل به آشوب بکنند. استفاده ایوب از این موجود اسطوره‌ای به هیچ وجه به معنای باور به وجود یک چنین موجودی نیست. احتمالاً چون اینجا سبک شعری نیز هست و در اسطوره شناسی در حقیقت هنر باستان و نوشتجات باستان میتونه یک موجود انتزاعی باشه، ولی در هر حال نقشی داره و نقش اون اینه که همچون شیطان میاد و نظم و تبدیل به بی‌نظمی میکنه. دومین جمله نامفهومی که برای من اینجا وجود داره آیه 23 است که میگه چرا نور داده میشود به کسی که راهش مستور است که خدا اطرافش را مستور ساخته است. در حقیقت ایوب در این آیه از خدا میپرسه که چرا به انسانهایی که در تاریکی و گمراهی هستند زندگی و روشنایی میده. او معتقده که این افراد لیاقت زندگی و روشنایی رو ندارند و یک جوری داره خلقت خدا رو، اون عملکرد خدا رو به یک عملکرد بدون حکمت تشبیه میکنه و میگه که این عمل یک عمل بیخود و بیجا و بیارزشی که خدا انجام میده. پس میریم سراغ قدم بعدی و اونم اینه که حالا باید بتونیم خلاصه ای از این آیات رو بنویسیم. در این باب ایوب دهان خودش رو باز میکنه و روز تولد خودش رو نفرین میکنه. پس من اینجا به طور خلاصه مینویسم نفرین ایوب از زادروز خود. بعد از نوشتن خلاصه ای از این متن من سراغ قدم بعدی میرم و اونم اینه که باید زمینه تاریخی فرهنگی متن رو بررسی کنم. من به ترتیب پاسخ این پرسش‌ها رو مینویسم. اولی نویسنده این کتاب کیه؟ خب خیلی باور دارن ایوب، بعضی هم میگن احتمال داره سلیمان باشه نویسنده این کتاب، چون زیاد مشخص نیست. مخاطبینش چه کسایی هستند؟ بله، یهودیان و افراد خدا باور. تاریخ نگارشش رو از 10 قرن قبل از میلاد تا 4 قرن قبل از میلاد میگن که میتونه تاریخ نگارش این کتاب باشه. زبانش عبریه، محل نگارش کنعانه و هدف از این نگارش بررسی موضوع رنج، ایمان و عدالت خداوند. این کتاب به دنبال پاسخ این سوالاته که چرا انسان‌های بیگناه رنج میبرند، آیا خداوند عادل است و چگونه میشود در مواجهه با رنج ایمان خود را حفظ کرد. به طور کلی کتاب ایوب در مورد این 3 موضوع صحبت میکنه. حال میریم سراغ قدم بعدی و اونم اینه که به دنبال پرسش‌های اساسی باشیم و پاسخاشو پیدا کنیم. یعنی سوالات چه کسی، چه مکانی، چه زمانی، چه چیزی، چگونه و چرا. خب بریم و یک به یک این موارد رو در متن پیدا بکنیم.
خب من اینا رو تا اونجایی که تونستم علامت گذاری کردم. باز شما رو میخوام تشویق کنم که به این کار ادامه بدید تا بیشتر دستتون باز بشه و آموخته تر بشید در این قسمت. دیگه کم کم بعد شاید زیادم احتیاج نباشه که اینها رو یادداشت بکنید و به طور اتوماتیک وقتی متن رو بخونید میرید که ببینید چه کسی کدومه، چه مکانی، چه زمانی کدومه و باید روی کدومه که از اینها بیشتر تمرکز کنید. بار معنایی اون متن رو چه جمله‌ای سواره، رو دوش چه جمله‌ای، رو دوش چه واژه‌هاییه و چه کسایی هستند اینجا که نقش آفرینی میکنن، در چه زمانی، چه جوری نقش آفرینی میکنن. تمام اینها میتونه ما رو در درک معنای جملات و ارتباط بین جملات و پاراگراف‌ها کمک بکنه. من برای درک بهتر این متن رو به 3 قسمت تقسیم میکنم، از آیات 1 تا 10، 11 تا 19، 20 الی 26 و با استفاده از ابزار کمکی به بررسی این 3 پاراگراف مجزا مشغول میشم. خب در پاراگراف اول ما ابزار تکرار رو داریم. واژه‌ای که به ایوب اشاره میکنه تقریباً به طور مستقیم و غیر مستقیم 11 بار در همین نوع آیه اول به کار رفته. واژه بعدی نفرین و واژه تکراری بعدی تاریکی است. خب باز مشخصه که داستان حول و حوش ایوب، لعنت، تاریکی، حول این موضوعات داره میچرخه. ابزار بعدی تضاد، من 4 تا رو تونستم پیدا کنم: روز و شب، روشنایی و تاریکی. بیشتر دقت بکنید میتونید بازم پیدا کنید، مخصوصا مفاهیمی که با هم متضاده. اینجا یه ابزاری داریم که در دروس قبلی به شما گفتیم، اونم ابزار تفسیر راویه. شما اگر در همون آیه اول نگاه بکنید خیلی برای ما میتونه مفید و روشنگرانه باشه. همون اول میگه و بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده، روز خود را نفرین کرد. خب دیگه اصلا متوجه میشیم که دیگه اصلا کل داستان در مورد چیه دیگه. کل این باب 3 نفرینه در حقیقت ایوب برای زادروزشه. خب این خیلی به ما کمک میکنه که دیگه ما دنبال چیزای دیگه نگردیم. پس میتونیم در کل بگیم که این متن اصلا داره در مورد چی صحبت میکنه. این ابزار تفسیر راوی اینجا خیلی به کمک ما میاد. ابزارهای دیگری چون استعاره خیلی وجود داره در این متن. دیگه چه ابزاری داریم؟ بله، ابزار حروف ربط رو داریم، شما میتونید پیدا کنید. ابزار تشبیه، علت و معلول، استفهام انکاری، پرسش‌های استفهام انکاری رو داریم. نگاه بکنید به متن. بله، در آیات 20، 21 و 22 اینها سوالات استفهام انکاریه. آیه 11، 12 اینا باز دوباره سوالاتی هست که به شما گفتیم در حقیقت دنبال پاسخش نمیگردیم و نویسنده هم دنبال پاسخ اینا نیست، جواب از پیش مشخصه. خب در کل با دیدن این موضوعات من متوجه میشم که این پاراگراف اول تقریبا به خاطر رنج‌های فراوانی که ایوب باش روبرو هست زادروزش رو نفرین میکنه و اون از ترکیب کلماتی چون تاریکی، سایه موت استفاده میکنه. روز تولد برای هر کس روز خاصیه، ولی برای ایوب چنان اوضاع آشفته و دردناکه که ایوب اصلا میخواد اون روز از تقویم حذف بشه. اونجا از واژه مردی در رحم صحبت میکنه که در فرهنگ آن زمان به معنای برکت ویژه‌ای از سوی خدا محسوب میشد وقتی که پسری متولد میشد، ولی ایوب اون روز رو لعن میکنه. از واژه تاریکی استفاده میکنه و میگه که کاش اون روز از تاریکی پوشیده میشد و اصلا وجود نمیداشت. اون کسوفات، اون کسوف، اون ظلمت غلیظ میومد و روز رو اصلا محو میکرد. ایوب میخواد که اصلا اون روز از تقویم حذف بشه. ببینید چه فشار روی ایوب است. اون میگه کاش آن شب خاموشی میبود و به دور از شادی، ای کاش آن شب از صفحه روزگار محو میشد. در آیه 8 اون میگه کاش جادوگران آن روزا نفرین میکردند و اصلا آن روز به هیچ وجه آغاز نمیشد. اینجا اشاره به ساحران و جادوگرانی میکنه که میتوانند نیروهای تاریکی را یا همون هیولا که نماد اون هست اونو میگه تحریکش کنند، اونو بخوننش که اصلا اون روز رو ببلعه و اون روز رو اصلا
نابود بکنه. و در آیه 10 ایوب آرزو میکنه ای کاش شبی که مادرش آبستن شده بود هرگز رخ نمیداد. اون آرزو میکنه شبی که در رحم مادرش قرار گرفت نور ریخته نمیشد. در پاراگراف دوم از آیات 11 الی 19 ایوب برای روز تولد خودش مرثیه سرایی میکنه. در پاراگراف اول اون زادروزش رو نفرین میکنه، اما در پاراگراف دوم شروع میکنه یک سری سوالات پرسیدن. اون آرزو میکنه که مرده به دنیا میومد و باعث میشد که دیگه رنج نکشه. مردن برای او بهتر از اون بود که چنین حیاتی رو زیست میکرد. و حتی میگه کاش مادرش به اون شیر نمیداد. و اونجا هم که صحبت میکنه از زانوها، در حقیقت اشاره به پذیرش پدر هست. در کتاب پیدایش 48:12 صحبت از این میکنه که پدر یوسف او رو بر زانوان برگرفت، یعنی پدرش یوسف رو میپذیره. و اینجا ایوب میگه کاش پدرشون رو نمیپذیرفت. و بالاخره در پاراگراف آخر اون مشتاقه که بمیره، آرزو میکنه بمیره. از آیات 20 الی 26 اون دیگه هیچ امیدی نداره که از این وضعیت خلاص بشه و بالاخره آرزوی مرگ میکنه. هیچ بارقه ای از امید وجود نداره. و در اینجا ما فریاد رنج ایوب رو میبینیم، نه سرکشی اونو. ایوب آرزو میکنه که کاش میمرد و از اون شرایط فیزیکی خودش، شرایط روانی و روحانی که داشت ازش رنج میبرد خلاص میشد. اون فکر میکنه که مثل کسی که خدا اونو توی تله گرفتار کرده. ایوب در این آیه میگه که تمام ترسا و استرابای او به واقعیت تبدیل شدند. او از این موضوع بسیار رنج میبره و در آیه آخر میگه که رنج و عذاب اون آرامش و آسایش رو از اون گرفته و او پریشان و آشفته است. پس با کنار هم قرار دادن این 3 پاراگراف کلا میتونیم این معنا رو از این متن استخراج کنیم: فریاد مردی دردمند. خب بریم سراغ آخرین قسمت تعویل که در حقیقت قدم 8 ما میشه. در قدم 8 ما باید یه اصل الهیاتی استخراج کنیم و من اینجوری میفهمم مینویسم وجود درد و رنج در این دنیای سقوط کرده اجتناب ناپذیر است. میریم سراغ قدم 9 یا مرحله تعبیر و کاربردی برای امروزمون بعد از اون استخراج بکنیم. بنابر آنچه در این متن دیدیم واقعا شرایط ایوب غیر قابل تحمل بود. برای هر یک از ما هم در طول زندگی روزهایی بوده که مثل ایوب آرزوی مرگ خود را نموده ایم. هرچند در مورد ایوب کلام خدا در مورد اون شهادت میده که او در اراده خدا زندگی میکرد و مرد خدا ترسی بود، ولی با این حال ما نیست که شهادتی همچون ایوب نداریم. گاهن با رنجای روبرو میشویم که ما هیچ دخالتی در آن نداشتیم و از طرفی هر چی فکر میکنیم هم نمیتوانیم جوابی قانع کننده برای اون پیدا کنیم. در چنین شرایطی باید چیکار کنیم؟ گاهن شنیده میشه که نباید با خدا در چنین شرایطی درگیر شد. اون خداست و هیچ وقت اشتباه نمیکنه و شاید ما نیست، چون دوستان ایوب که او را مورد شماتت قرار دادند ما هم از این افراد دور و بر خودمون داشته باشیم که به ما میگن که اجازه نداری با خدا درگیر بشی و خدا رو زیر سوال ببری. گاهن انتقاد از خدا مساوی با گستاخی و بی ایمانی انگاشته میشه و افرادی که به جنگ خدا میرند افراد مرتد و جهنمی تلقی میشن. آنچه از زندگی ایوب و این متن و اصل الهیاتی استخراج شده میفهمیم اینه که در زمان درد و رنج بهترین کار اتفاقا اینه به جای اینکه به تفسیر افراد پیرامون خودمون گوش بدیم خودمون رو به دامان خدا بندازیم و مسائل رو با اون مطرح کنیم. گاهن در چنین شرایطی احساس میکنیم که سکوت عجیبی در آسمان حاکمه و هر چقدر که بیشتر فریاد میزنیم کمتر پاسخ میشنویم، ولی کتاب ایوب به ما یاد میده که بهتر موضوعات رو با خدا در میون بگذاریم. همونطور که در دروس قبلی گفتیم آیات وقتی از عهد عتیق به عهد جدید میان مفاهیم گسترده تری به خود میگیرند. در عهد عتیق رابطه خدا با قوم خودش رابطه خدا و بنده بوده است، اما در عهد جدید میبینیم که این رابطه به رابطه فرزندی پدری تبدیل میشه. قطعا رابطه هر فرزندی با پدرش همیشه عالی نیست، بلکه روزهایی فرا خواهد رسید که پدر فرزند و فرزند پدر رو نمیتونه درک بکنه و اونجاست که کدورت‌هایی پیش میاد و حتی کشمکش‌ها، قهر و حتی آشتی و بعد شاید فریاد، داد، بیداد، بله اینا تمامی در یک رابطه
محبت آمیز بین پدر و فرزند امری اجتناب ناپذیره. رابطه ما با پدر آسمانی هم از این قاعده مستثنا نیست. پس کاربردی که میتوانم من از این اصل الهیاتی استخراج کنم اینه که باید موضوعات را با پدر آسمانی مطرح کرد، حتی اگر کدورت و شکستگی هست. باید همچون ایوب با شفافیت با خدا صحبت کرد، حتی در اوج بدبختی که پاسخ بسیاری از پرسش‌ها رو هم نمیدونیم. پس بدون ترس و با جسارت برای یافتن چهره‌هایی که حتی تا آخر زندگی شاید با ما بمونند باید به حضور خدا بریم. یا از اون جوابی میگیریم یا اون ما رو توجیه میکنه و اغنا میشیم. پس در قسمت کاربرد می نویسم مشکلات و پرسش‌های خود را بدون ترس به خدا بگویید. خب حال به سراغ قدم آخر میریم، قدم دهم، و اینجا اینه که ببینیم این متن در کجای کلان روایت نجات جا میگیره. در کلان روایت نجات کتاب ایوب در قسمت احیای آفرینش قرار داره، جایی که خدا برای به کمال رساندن نقشه نجات خود توسط عیسی مسیح بشر را در این کره خاکی تنها رها نمی‌کنه، بلکه سازوکارهای زیستن در این کره خاکی رو به اون یاد میده. او به فرزنداش میگه که در این کره خاکی برای شما زحمت خواهد بود، زیرا خلقت و انسانیت سقوط نموده است، اما بدانید که شما انسان هستید و من خدا. او به ما یادآوری میکنه که در این خلقت سقوط کرده قطعاً ما با کمبودها، مشکلات، رنجها و دردها روبرو خواهیم شد، ولی آنچه پاسخ ما انسان هاست خود خداست. در دوره عهد عتیق انسان ها پاسخهای پرسشهای بیشماری را نداشتند و برای اینکه بتوانند به حضور خدا حاضر بشند باید از طریق کاهنان و مراسم مذهبی با خدا ارتباط بگرفتند. حال در عهد جدید ما عیسی مسیح رو داریم که برای نجات انسان‌های گناهکار به این جهان آمد و در زمان مصلوب شدن او پرده هیکل از بالا دو پاره شد و این به این معنا بود که حال به وساطت خون بره انسان خاکی میتونه به حضور خدا راه پیدا بکنه و بدون مانع با اون سخن بگه. کتاب ایوب در کلان روایت نجات به ما یاد میده که امروز ما در عهد جدید میتوانیم بدون هیچ پرده‌ای به حضور خدا بشتابیم و با او گفتگو کنیم. صلیب عیسی مسیح راه را هموار کرده که ما بتونیم مستقیما با این خدا ارتباط بگیریم، نه ارتباط خدا و بنده، بلکه ارتباط پدر و فرزندی. پس خواهران و برادران عزیز، در هر وضعیتی که هستید همین امروز می توانید به حضور خدا بشتابید و با او سخن بگویید. در هر وضعیتی که هستید همون شرایط رو برای خداوند بازگو کنید و مطمئن باشید که او صدای شما را می شنود. حتی اگر در قسمت‌های او را مقصر مشکلات و دردهای زندگی خود می دانید، باز خجالت نکشید، باز پا پس نکشید، به حضور او بشتابید و در شفافیت با او سخن بگویید و او چون پدری مهربان حاضر به شنیدن سخنان شماست و اوست که هیچ وقت شما را تنها نمیگذارد و چون ایوب برای شما مفری آماده خواهد کرد.